وای این تنبلی منو کشت. یعنی یکی از مهمترین موضوعاتی هست که باید رفعش کنی. یعنی خیلی سخته ولی میشه. آقا این تنبلی فقط یه حس نیست، یه عادت خیلی بده. میدونم تو هم تنبلی، اصلا همه تنبلن، ولی باید از پسش بر بیام. این تنبلی خیلی بده. من افتضاح تنبل بودم. الان نمیگم اون کاملا تنبلیم رفت دیگه راحتم او هر کاری دوست دارم میکنم، نه، ولی میتونیم این تنبلی رو کنترل کنیم. خب آقا یکم حل کردنش زمان بره و نمیگم که الان این کار رو انجام بدین 2 ساعت این کار کنین 1 ساعت این کار رو تمومه دیگه، فردا راحت بدون تنبلی هر کاری انجام میدین. نه اصلا اینجور نیست. خب آقا ما چرا تنبلیم؟ یکی از دلایل تنبلی اینه که آقا ما ترس داریم، ترس از شکست خوردن هدفمون داریم که خیلی منطقیه. به قول مستر بیست که میگه اگه از شکست بترسی نمیتونی موفق شی. آقا اگه ما شکست بخوریم فقط شکست نمیخوریم، در واقع داریم ما اصلا بهش فکرم نکنی، ما ناخودآگاهمون بهش فکر میکنه که آیا الان ما شکست خوردیم، اوکی درسته، به دفعه بعدی که میخوام اون کار انجام بدیم حتما ازش درسی میگیریم و دیگه اون کاری که باعث شد ما شکست بخوریم تو موضوع دیگه اون انجام نمیدیم. اگه میخوای این تنبلیت از بین بره اول باید تمرکز داشته باشی. تمرکز چطور داشته باشیم؟ تو ویدیوی قبلی گفتم راحت باید تمرکز رو ببری بالا که اون کاری که میخوای انجام بدی تمرکز داشته باشی که این تنبل کد به کد رفع میشه ذاتاً. اگه میخوای بهترین نسخه کدتو ببینی باید تمرکز داشته باشی. مثلا یه کاری رو دوست داری انجام بدی، مثلا فردا فلان مسابقه است و تو هم توش یه تخصص فوق‌العاده‌ای داری، ولی متاسفانه که تنبلی این اجازه نمیده به که برای اون مسابقه فردا آماده شی و تنبل دیگه میگی حالا آقا اوکی من توی یه ساعت حلش میکنم، میبینه شب شد، میگه اوکی من فردا باید زود بیدار شم که حلش کنم، میبینه فردا شد ولی زنگ دادم کار که تو بیدار نشدی. البته اگه بیدار شی میبینی وقتی کافی برای انجام اون کار نداری. اگه ایلان ماسک این کارو میکرد دیگه ایلان ماسک نمیشد. اگه بهشون فکر کنی، اگه به گپ فکر کنی که چه فرصتایی از دست دادی، شاید بهش فکر کنی و یه جرکی تو مغزت بزنه که بتونی این تنبلی رو حداقل 10% 20% بذاری کنار. هر چی که شد از دست دادی خب بذار بره، ولی بهش دیگه فکر نکن، به آینده باید فکر کنی. اگه به اینا فکر کنی راحت 20% تنبلیت رفع شده. با اینا بشم میشه تنبلیمو من راحت بذارم کنار. آقا من میخوام یه کتاب بخونم، اون کتاب یه رمانه، اصلا یه مطالبی توش نوشته که خیلی طولانیه، مثلا اگه بخوام کامل کتاب بخونم تقریبا 1 هفته زمان میبره. من تنبلم، اولین چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که کتاب خیلی سنگینه، ببین حجمشو دیگه، من اصلا نمیرم سمت اون. داشتن یه برنامه که توی این ویدیو گفتم یعنی تنبلی از این میاد که یعنی اگه اینجوری فکر کنی من این کتابو 10 دقیقه میخوام مطالعه کنم، هر چی شد دیگه 1 صفحه 2 صفحه مطالعه میکنم، فقط 10 دقیقه زمان دارم. باید تو چشمون این موضوع رو بزرگ نکنیم وگرنه باز هر روز تنبل و تنبلتر میشیم. یعنی به نظرم تنبلی اینجوری میاد که ما به اون کارهایی که میخوام انجام بدیم نگاه میکنیم و تو چشمون اون کارا یکم بزرگ دیده میشه، یکم گنده‌شون میکنیم تا قدشون از ما بزنه بیرون و کلا ما از اون کار منصرف بشیم و بشینیم سر جامون و بریم به اینستا. تمام. اگه ما بتونیم خودمون رو هر روز فقط 1% بهتر کنیم، تو یه سال دیگه ما کاملا یه آدم دیگه ای میشیم. با برنامه ریزی خیلی راحت میشه. الان مثلا میگن یه کار رو انجام بدی، معمولا افرادی که برنامه ریزی میکنن یا حتی نمیکنن یه کاری دارن که میخوان انجام بدن ولی یا بک نمیکنن یا حوصله‌اش ندارن یا تنبلن و میتونی با اون کاری که میخوای انجام بدی خودت بهتر کنی. به جای اینکه کلا انجامش ندی، هر روز فقط 1%شو الا 10%شو انجام بده. به نظرم خیلی بهت کمک میکنه که پیشرفت کنی و هم اینجوری به خود عادت میدی که تنبل تو بذاری کنار و همون کارت رو انجام میدی که بهش علاقه داری. یعنی با یه تیر 2 تا هدف. میتونی از تکنیک‌های زیادی برای تمرکز و کنار گذاشتن تنبلی انجام بدی. یکی از اینا که خیلی رایجه تکنیک پومودورو هست. پومودورو یه تکنیکی هست که بهت میگه هر کاری که میخوای انجام بدی فقط 25 دقیقه وقت داری. یعنی هر کاری که میخوای انجام بدی باید تو 25 دقیقه انجام بدی و بعدش برای خودت چند دقیقه زمان استراحت بدی، تا نیم ساعت 1 ساعت هم میشه. یعنی اگه میخوای درس بخونی و یه چیزی رو حفظ کنی بیشتر از 25 دقیقه بهش وقت نذار و میتونی راحت تنبلی رو با این تکنیک
حداقل تا 30% بذاری کنار. هر وقت تنبیه‌ت رو گذاشتی کنار و یه کار شروع کردی، نگران نباش، حتما یه چیزی میشه. یا گرفتن اصلا به سن ربطی نداره و میتونه خیلی مفید برات باشه. امیدوارم همیشه پر انرژی باشی و این تنبلی کوفتی رو بذاری کنار. اگه این ویدیو دوست داشتی و برات مفید بود و تونستی باهاش یه کارای انجام بدی، لطفاً به دوستاتم بفرست و سابسکرایب کن. فعلا بای.